درود بینندگان گرامی، برنامه سیاسی تحلیلی در موضوع روز را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما میگردانیم. صحبتی که امروز ما با خادمان پیشبر علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، مسئولان، راهبران انستیتوت‌های این مؤسسه با نفوذ علمی اطراف آن برگزار میکنیم، انجام میدهیم. اما شرح و توضیح آموزش ملاقات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور می باشد. در آغاز ملاقات پیشوای ملت اظهار داشتند که حکومت مملکت صرف نظر از وضعیت‌های مرکب آغاز دوران صاحب استقلالی با اهل علم، خصوصاً به این نهاد با نفوذترین علمی در جمهوری تاجیکستان یعنی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان توجه ظاهر نمود، ساختارهای آن را نگه داشت، بلکه علاوه کرد، تکمیل داد. حالا با این مقصد در صحبت ما اشتراک دارند محمد داوود سلامیان، نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور فرانگیز شریفزاده، دکتر علم‌های فیلولوژی، دیرکتور انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابوعبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، نصرالله عبیدالله‌زاده، دیرکتور انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانشی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتر علم‌های تاریخ، پروفسور و رستم حیدرزاده، دیرکتور انستیتوت آموزش مسئله‌های دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتر علم‌های فلسفه، پروفسور. خوش آمدید به استودیو. پیشوای ملت در ملاقات از نقش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان صحبت کردند در پیشبرد کار علمی کشور و سهم این مؤسسه با نفوذ در آماده کردن کادرهایی که علم را وظیفه اساسی خود می‌دانند برای پیوند دادن به استحصالات که در عملیه. اول نقش زیان را گفتند و با در نظر داشت فضا، ضرورت و کمبودی‌هایی که هستند تحلیل کردند و انتقاد کردند. از ملاقات چند روز سپری شد. دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این بود که با تقاضای زمان نهادهای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تجدید نظر کرده شوند. خب در همین سمت ریاست اکادمی چی تصمیم را روی دست دارد؟ تشکر. در حقیقت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان در ملاقاتی که روز 30 می با اهل علم و معارف کشور داشتند دایر به رشد علمی تاجیکستان، کارکردهای علمی، دستاوردهای علمی اهل عالمان کشور یک تحلیل خیلی جالبی را پیشنهاد کردند و در زمان 33 سال استقلالیت نقش عالمان، نقش دستاوردهای علمی کارمندان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را و طور خیلی وسیع مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. از جمله در این سمت دستاوردهایی را که عالمان کشور ما در سمت تحکیم نظام سیاسی و اجتماعی کشور، رشد اقتصادیات مملکت گذاشتند مورد تحلیل و آموزش قرار داده و در این سمت دستور راهنمایی‌های مشخصی دادند. و همچنین چون علم در تمام جهان وابسته به رشد تکنیک و تکنولوژی معاصر با تغییرات ها و نوآوری های جدی روبرو شده است، در این سمت نیز رهبر دولت تاکید بر آن کردند که ما نیز باید ساختار اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را با نظام امروزه علم جهانی مطابق سازیم تا اینکه دستاوردهای علمی که در ساختارهای اکادمی پیشنهاد می‌گردند آنها با طلبات امروزه جهان معاصر جوابگو باشند. و در این سمت ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نیز یک گروه کاری با صلاحیت تأسیس داده است و در اساس آن لایحه نقشه چاره‌بینی‌های را برای عملی نمودن دستور هدایت‌های رهبر دولت ضمن ملاقات آماده کرده است و در روزهای نزدیک به عملی نمودن آنها شروع خواهند کرد. تشکر زیاد. پیشوای ملت دستور دادن، سپارش مشخص دادن که در مدت 3 ماه چینک‌ها یا میول‌های معین کننده ارزش کالاهای علمی را کارکرد کنند با حکومت مملکت پیشنهاد کنند. در این سمت چه تدبیر روی دست است؟ در حقیقت این دستور بسیار دستور خیلی مهمی است که امروز هر یک تحقیقات یا کشفیات و اون کارهای علمی که از جانب عالمان
در نظام علمی کشور پیشنهاد می‌گردند آنها باید در دایره یگان معیار معین بررسی و تحلیل گردند و در این سمت نیز با جلب متخصصان ورزیده همه ساختارهای اکادمی، عالمان، اکادمیک‌ها و گروه کاری تأسیس داده می شود و آنها اون معیارهایی رو که امروز باید که تحقیقات علمی در اساس آنها سنجیده و معین کرده شوند آنها رو آماده میکنند و برای بررسی به حکومت مملکت پیشنهاد میکنند. زیرا هر یک تحقیقاتی که می شود اون باید یک معیار معینی رو داشته باشد و برای عملی شدن اون در نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکت سهم و نقش معین خود را گذاشته باشد. نوابسته از آن که تحقیقات علمی در کدام سمت انجام داده می شوند یعنی معیار باید معین باشد، خواه اون در سمت علم‌های طبیعی ریاضی دقیق است و یا در سمت علم‌های جمعیتی و گومانیتری. هر یک تحقیقاتی که به انجام می رسد اون یک معیار چینک و وظیفه های معین خود را در کشور باید که ادا کند و هدف تحقیقات، هدف علم هم باید به رشد نیروی ذهنی انسانی و به منفعت شهروندان مملکت و رشد اقتصادی مملکت روانه گردد. تشکر زیاد. علم در شرایط موجود بودن زمینه‌های مادی تکنیکی صورت عملی می‌گیرد. پیشوای ملت از تشکیل نمودن پارک‌های تکنولوژی، تشکیل نمودن لابراتوری‌ها، تشخیصگاه‌ها دستور دادن، یادآور شدن. خب چی باید کرد که ما در همین جاده موفق می‌شویم؟ در مجموع نه فقط با آن نگاه نظر تنها در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. در حقیقت پارک‌های تکنولوژی در نظام امروزه کارکردهای علمی، مؤسسه‌های علمی چندان موقع ندارند و با نظر داشتی چند امکانیت‌ها و هوس‌مندکنی‌هایی که از جانب حکومت مملکت در سمت بنیاد پارک‌های تکنولوژی شده است، هنوز هم پارک‌های تکنولوژی پورا در کشور ما با اون طلباتی که ضرور است عملی نمی‌گردند و در این سمت هم اگر که در مؤسسه‌های علمی و مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه، ابتدایی و عالی کسبی اگر پارک‌های تکنولوژی بیشتر گشوده شوند و در سمت کارکردهای علمی، کارمندان علمی و پیشنهاد اون محصولاتی که توسط پارک‌های تکنولوژی استحصال کرده میشوند، من فکر میکنم که هم اون نفرانی که در پارک‌های تکنولوژی کار میکنند اون نظریه‌های خود رو عملی میسازند، محصولات‌های گوناگون استحصال میکنند و اونها هم به منفعت خودی همون صاحب یا مؤلف همون لایحه علمی و به منفعت مؤسسه و در مجموع با منفعت تمام ساحه‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی کشور ما روانه میگردد. و اگر ببینیم در روبر دولت تاکید کردن که با وجود اون که بعضی هوسمندکنی‌ها از انداز آزاد کردن پارک‌های تکنولوژی پیشنهاد شده باشد هم هنوز این پارک‌های تکنولوژی چون کشورهای دیگر چندان فعالیت گسترده ندارند. بله. و در این سطح ما رو وظیفه دار کردن که کارمندان علمی، رهبران مؤسسه‌های علمی و تعلیمی باید که در بنیاد پارک‌های تکنولوژی و جلب عالمان و محققان باید که بیشتر فعال باشند و در این سمت مناسبت و فعالیت‌های خود را دیگرگون سازند. در مجموع با محتوای ملاقات پیشوای ملت توجه کنیم. هر بندهای آن یک پیوند بسیار استوار منطقی دارند. ببینید وقتی که پیشوای ملت از هویت باختگی بعضی افراد صحبت میکنند، پیش نظر همون حفظ اصالت ملی با وجود میآید و تاکیدها هم کردند، نگرانی هم کردند و تاکیدها نیز کردند. البته در این سمت نقش فنهای گومانیتری برجسته‌تر ارزیابی میگردد یا مشاهده می شود. خب با فکر شما ما برای همین هویت خود را نگاه داشتن، ملت اصیل زاده ایم، اصیل زادگی خود را نگاه داشتن، چی تدبیر جویی کنیم؟ واقعا سرور دولت در ملاقات قید کردند که موقع بعضی از علمان، موقع شهروندی بعضی علمان باعث نگرانی است. علم باید با صداقت به علم، با محبت به وطن کار و فعالیت بکنند. بله.
بله. اگر این نباشد ما نمیتوانیم به اولین بگیم که او شخصیت ملی است. شخصیت ملی کی است؟ شخصیت ملی شخصی تاثیرگذار به جامعه است و این شخصی تاثیرگذار باید از سنت های ملی خود آگاه باشد، باید مدنیت ملی خود رو، فضیلت ملی خود رو داشته باشد تا جامعه رو به راه درست راهنمایی سازد. خب در این زمینه اینستیتوت ما چه کارها رو به انجام داده ایستاده است؟ در پی 2 ماه اخیر دست جمعانه با علمان کشور، با ادبیات شناسان بسیار ورزیده کشور، ما متن شاهنامه رو در 4078 صفحه تهیه و برای چاپ پیشنهاد کردیم. یک لغت واژه‌نامه در پایان این کتاب آورده ایم. این چنین در زمینه در رفت همین تهیه شاهنامه یک لغت با تعداد 300 صفحه جاینامه های شاهنامه رو آماده کرده ایم و یک لغت تفسیری شاهنامه با آوردن شواهد از شاهنامه با تعداد فکر میکنم نزدیکی 600 صفحه آماده کرده ایم که اینها هم به چاپ خواهند رسید. یعنی زمینه های بسیار استواری هویت ساز. بله، این چونین در اینستیتوت یک لایحه است در که اون رو شعبه فرهنگنگاری و اصطلاحات عملی میسازد. این تهیه لغت مکمل زبان تاجیکی است که جلد 1 اون تنها حرف ا رو فرا میگیرد. تمامی واژه‌های با این حرف آغاز می شده با شواهد از ادبیات کلاسیکی و ادبیات معاصر از چاپ برآمد. جلد 2 اون حرف ب رو فرا میگیرد. جلد 3 و 4 اون در دست چاپ است. یعنی ما تمامی کوشش و تلاش رو خرج میدیم کارمندان اینستیتوت که در تشکل تفکر ملی جامعهمون یک سهم بارزی گذاریم. یک قانونیت دیالکتیکی است. هر قدر از علم دور شویم اما قدر به خرافات نزدیک میشویم. درست. گرویش پیدا میکنیم. پیشوای ملت به این نکته تاکید بارها میکنن و در ملاقات خاصتا ذکر کردن. اما عباره و جمله زیبای خود را که تنها علم است که پیش راه جهالت را میگیرد. وقتی که در این خصوص صحبت میکنیم البته بعضی مسئله های پیش مد نظر میشن، پیش نظر میآیند که آنها میتوانند هم با رشد علمی کشور مانع گذاری کنند، هم در مجموع مفکوره جمعیت را خللدار سازند. این درباره همون خرافات پرستی، زیاده‌روی، اسرافکاری، رو آوردن به فرهنگ بیگانه، تقلید بی اساس و کرکرانه است. و زنان و بانوان در این سمت آنهایی هستند که با رفتار خود، با کردار خود میتوانند که پیش رو همین گونه رویه های نامطلوب رو گیرند. در این سمت چی فکر دارید؟ درست است. زن محیط عائله رو میسازد و عائله نهاد اصلی جامعه است. بله. شاعری توانای ما رستم وهاب درست قید میکنن، میگوید که زنان را گرزیدانیش زیوری هست، امید روزگاری بهتری است. بله. یا اینکه فروغ میگوید از بحر حقوق خیش میکوشه زن، بین ما وظیفت و شرف جامه بطن، از علم و هنر وجود خود زینت کن تا مردی نکوبی پروری در دامن. واقعا اگر زن دانش داشته باشد اون محیط خانواده رو میسازد، فرزندان رو در راه درست تربیت میکند و بیهوده نگفتند که زن اگر با یک دستش گهواره رو بجنباند با دست دیگرش دنیا رو میجنباند. تشکر زیاد. اگر در خصوص تشکیل کردن همون عنعنه مکتب استاد و شاگردی صحبت کنیم، غلط نخواهیم کرد که مکتب استاد و شاگردی از محیط عائله آغاز می شود. درست. اما گونه که میگویند در دفتر معلم و آموزگار نیست آن تربیت که زاده دامان مادر است، رفتار مادر از پی سرمشق کودکان بهتر زی هر کتاب و زی هر گونه دفتر است. یعنی استاد اولین ما پدر و مادر است. بله. یعنی تربیت از همین محیط آغاز می شود. در این راستا چی فکر دارید، چی نظر دارید که پیشوای ملت تاکید کردن که وقتی که ما شاگردی قبول میکنیم کسی را، نفری را، در همین حوزه مکتب استاد و شاگرد خالصاً کار کنیم، دستگیری کنیم و شاگردهایی که ما تیار میکنیم، کادرهایی که علمان دانشمندان آماده میکنن، تیار میکنن،
آنها خریدار داشته باشند در بازار علمی، در بازار استحصالی و در مجموع همان گونه که تاکید کردن نتیجه های علمی آنها را تجارت کردن ممکن باشد. در این راستا اکادمی ملی علم های تاجیکستان چه چاره‌جویی می نماید؟ واقعا علم به عمل بوده نمیتواند. وقتی که علم به عمل است و الکی برای جامعه مفید نیست. علمی مرده است. علمی مرده است. و ملاقات پیشوای معظم ملت با اهل علم و معارف اگر با یک جمله گوییم اصلا بهادهی به آن بود که آیا علم معاصر وطنی رسالت خود را در جامعه اجرا میکند یا نه. گرچنده که علم ما و مخصوصا یکی از مرکزهای کلانترین علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نقش خیلی باسزا در رشد در پیشرفت جامعه دارد. بله. مخصوصا یکی از نقش مهمی اکادمی ملی علم ها در آن است که ما در مدت 80 سالی که از پایگاه سر شده بود تا به اکادمی ملی رسید، در این مدت اون عنعنه های اجدادی که تمدن آفری، علم سازی، خوب رشد، آن چیزی که اجدادی در وجود نیاگان ما انجام رسانده بودند آن را ادامه داد. ولی امروز از اکادمی و از عموما علم وطنی وابسته به رشد زمانه، وابسته به آن سطح جهانی شوی، وابسته به دستاوردهای علم و تکنولوژی معاصر طلبات دیگر خیلتر است. اگر ما همقدم علم جهانی یا پیشرفتی تکنیک و تکنولوژی نباشیم نتیجه های خوب و دستاوردهای خوب آورده نمیتوانیم و با مخصوصا در شرایط امروزی وابسته از اون جهانی که شرایط نهایت افزای متشنج، افزای خیلی برخوردی تمدن ها و برخوردی منفعت ها و هدف های گوناگون جهانی گشته است. جمهوری ما توانست که در همین گونه شرایط حالت افزای وزن یک شرایط مفید، امکانیت مفید برای پیشرفت علم و تحقیقات علمی مساعد فراهم آورد و برای همین همه آن بندهایی که در سخنرانی پیشوای معظم ملت آمدند که هر یک سمت، یک ساحه، یک نقطه را مورد تحلیل قرار میداد و برابر تحلیل و گوییم تا اندازه تشخیصی همون سمت اینچنین دستور، هدایت و تدبیرهای جدی که برای پیشگیری کردن یا برهم دادن یعنی از بین بردن این کمبودی ها را با کارمندان علم و مؤسسه های علمی پیشنهاد میکرد و از جمله یکی از علم این پیش از همه تیار کردن و همقدم زمان بودن از جهتی جلب کردن جوانان و تیار کردن متخصصان است. این مکتب استاد شاگرد که یکی از مکتب های خیلی قدیمه و عنعنوی مردم ما هست، این باید در تمام سمت‌ها نوبسته در علم‌های کدام ساحه علم است کدام است باید که از نو به شکل جدی احیا گردد و به سبب نیست که ما البته به این سبب‌های عینی و ذهنی دارد که ما امروز نام به نام پیشوای معظم ملت در سخنرانی خود نامبر کردند ساحه‌های علم، اختصاص‌هایی که ما نیاز به متخصصان جوان، نیاز به متخصصان نو داریم و اگر اینها را نام به نام گرفت خیلی زیاد میشد، هم در علم‌های دقیق هم در علم‌های گومانیتری و جامعه شناسی که اختصاص‌هایی که در آنجا نیست. لیکن ببینید که شرایط الکی برای تیار کردن کادرها، برای تیار کردن متخصصان، مخصوصا جلب کردن جوانان در امروز در جمهوری صاحب استقلال جای دارد و تنها که امروز یکمش رابطه جهانی، پیوست شدن مؤسسه های علمی و تعلیمی جهانی که برای تیار کردن کادرها امکانیت میدهند و خودی آن رقمی که
آماری که پیشوای معظم ملت گفتن که در عین حال زیاده از 40,000 جوانان ما در بیرون از کشور در مکتب‌های گوناگون سطح جهانی تحصیل میکنند. این راه خیلی وسیله خیلی خوبی آماده کردن و دیگرش در داخل خود جمهوری. ولی در اکادمی ملی علم ها حاضر با راه خوبی که باید تیار کردن غیر از ماجستراتور و دکترانتوری که در آنجا هست، خب از نو وسعت دادن نظام عنوانجویی و این چنین حتی تا اندازه امکانیت هست که ما اون نظام کونی اسپرانتور بود آن را نیز از نو احیا کنیم و با هدفمندانه اون را به اون سمت‌های روانه سازیم که در اون سمت‌ها ما نیاز به کادر، نیاز به متخصص داریم. و در این پیش از همه نقطه اساسی را، مقام اساسی را رابطه اکادمی با مؤسسه های مکاتب عالی، مؤسسه های تعلیمی اجرا میکنند. برای چی؟ برای آنکه ما زینه اولی تیار کردن کادرها از مکتب‌های عالی به میان میاد و وقتی که کادرهای لیاقتمند، جوان و آنهایی که ذوق و شوق به همین یگان سمت علم دارند، اون ما جستجو داریم، کوشش میکنیم که از مکاتب عالی چنین جوانان رو پیدا کنیم، ولی بعد گرفتن با آنها بواسطه اون عنعنه استاد و شاگرد را استفاده برده تا به حد ضروری و درجه ضروری، متخصص ضروری آنها را آماده سازیم. مثلا در نه تنها در سمت علم‌های طبیعی و ریاضی نارسایی بعضی کادرها متخصصان مشاهده میشن، در سمت علم‌های گومانیتری و جامعه شناسی نیز چنین مشکلات وجود دارند. امروز نیازی خیلی جدی به آماده کردن کادرهای داننده زبان‌های قدیمی خود که ما در این سمت خیلی خیلی نیازمند هستیم. خب با آموزاندن تاریخ زبان، خب یا که ریشه شناسی خیلی میکوبیم جوانان لیاقتمند و آنهایی که داننده زبان، داننده خط که با ماخذها، با سرچشمه ها کار کرده توانند. خب یا علمای باستان شناسی که در علم باستان شناسی ما سال یک یا هر 2 سال یک نفر آماده کرده میتوانیم که در اینجا طلبات نسبت به متخصصی جوانی که میباید زیادتر هست. پیش از همه همون شعار و همون پیشوای معظم ملت ماندن دانستن زبان. ما مثلا امروز در انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خیلی شریکان زیادی خارجی داریم که ما آنها در کافتوکو و در حفریات و در آموزش باستانشناسی کشور ما یک جایه با باستانشناسان زحمت میکشند، لیکن وقتی که با مکتب‌های گوناگون هستند، مثلا مکتب‌های باستانشناسی فرانسوی هست، مکتب باستانشناسی سنت پترزبورگ است، مکتب باستانشناسی نووسیبیرسک و برای اینجا وقتی که ما جوانان رو میفرستانیم یگانه چیزی که مانع میشد به آنها دانستن نمی زبان خارجی یا انگلیسی یا فرانسوی یا روسی، این مانع میشد که تو همون تکنولوژی یا متدی اصول کارکردی حاضر زمانی که حفریات‌های باستانشناسی را از خود کنند، یا برای فرستادن به همتایان مرکزهای کلانی که ما با آنها همکاری داریم، علاقه‌های بی‌واسطه تحقیقاتی و آماده کردن کادر داریم، برای اونجا فرستادن نیست مشکلات ها به عمل می آید. برای همین هم فکر میکنم که ملاقات پیشوای معظم ملت که 4 سال پس از ملاقات پیشتر که سال 2020 به عمل آمده بود خیلی ضرور، حتمی و یک پدیده خیلی تکان بخش به رشد علمی وطنی میگردد و در پهنای تاریخ علمی تاجیک، علمی وطنی همیشه پیشرفت، پیشقدم در نه تنها در منطقه حتی بیرون از دایره منطقه بود و امروز هم با این
دستور و هدایت ها و آن تدبیرهایی که اندیشیده شده ایستادند و اندیشیده می شوند. ما باوری و اعتماد داریم که علم وطنی و مخصوصا اکادمی ملی علم های تاجیکستان با سطح ضروری و موافق به طلبات امروزی جامعه کشور فعالیت می کند و نقش بارز خود را در پیشرفت جمهوری صاحب استقلال و صاحب اختیار ما میگذارد. مفهوم استاد و شاگرد از مفهوم های اصیل سنتی ماست. سرور دولت هم درست قید کردن که در بخش نظریه زبان امروز ما کم در کم بسیار انگشت شمار موندن و قول گراماتیست ها در جمهوری تاجیکستان. از این رو این عنعنه رو که بزرگان ما مثلا در رشته فیلولوژیا استاد شریف حسین زاده، صاحب تبر، مکرمه قاسم و مکتب های علمی خود را داشتند، همون مکتب ها رو باید احیا کنیم. آنهایی که علم رو همگیر میکنند. وقتی که ما در این باره صحبت میکنیم، پیش از همه خواهیم نخواهیم باید چهره آموزگار، چهره معلم پیش روی ما بیاید. سیستم معارف، نظام معارف، همین فونکسیا را، همین وظیفه را در جامعه اجرا میکنند. صد نمیکنند اما فهم میکنند، پیشکشی طبقه های گوناگون جامعه میگردانند. و در همین صورت علم به همه دسترس می شود، فهما می شود. و منظورم این چی است؟ امروز در همین سمت اهل علم و معارف کشور چی مسئولیت دارد در سمت تجدید نظر کردن به آن فنها، به آن اختصاص هایی که امروز با در نظر داشتی اقتصاد بازارگانه افضلیت یا اینکه اولویت دارند. چه رسالت داریم؟ یعنی منظور این است که ما به کدام فنها، تحقیقات کدام سمت ها، اختصاص ها بیشتر توجه کنیم در جامعه کنونی معاصر. تشکر زیاد. در حقیقت من فکر میکنم که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان مطیع رحمان که در ملاقات با اهل علم و معارف کشور صدا دادن یک سخنرانی تاریخی بودن، به خاطر آنکه در آنجا استراتژی رشد علمی تاجیکستان به 10 سالهای آینده معین کرده شد، نشان داده شد. و گفته میتونم که سخنرانی محترم پیشوای ملت امین رحمان این یک برنامه، یک دستور، یک راهنمایی بود برای آنکه ما باید در سمت‌های گوناگون علم چیکار انجام دهیم. بله. دوم تاکید گشت که من فکر میکنم که علم اساساً باید رسالت خود رو اجرا کند، یعنی که باید سهم خود رو در رشد سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی تاجیکستان گذارد. و بار دیگر تاکید گشت که تاجیکستانی بزرگ مکانی علم پرور است، دیاری تشبس‌های بشردوستانه است. و اگر شما به تاریخ اجدادان ما نگاه کنید، اجدادان تاجیکان در هم دور زمان فضای علمی، در فضای علمی جهانی پیشتاز بودند، یعنی که افکار آنها بر رشد این دولت‌ها تاثیر خود را می‌رساندند. من در مجموع در تمدن بشری سهم بزرگ بله، دارد. یعنی که همه دور زمان ملت ما انمی ملت علم پرور و تمدن ساز بود و امروز هم ما میتوانیم انمون رسالت خود یا که آن دستاوردهایی که در علمی که مثلا ما پیش داشتیم و امروز و ما میراث مونده است و امروز ما درباره همبستگی نسل‌ها در علم میگوییم، یعنی که دوام دهیم. امروز ببینید در دیخ و سمتایی که در جهان است ما میتوانیم پیشبر باشیم و اگر در مسئله تاجیکستان گیریم ما میتونیم مثلا در ساحه علم پریخشناسی، در ساحه علمی زلزله سنجی این مرکز است. حتی از علم‌های دقیق اگر گذاریم به علم‌های فلسفی هم، در علم‌های فلسفه و در علم‌های مثلا ادبیات و دیگر چیز سهم تاجیکان خیلی زیاد هستند و این یک تحکرسی است، یک فوندامنت است برای آنکه ما در اساس همین یک خوشتی نو گذار کنیم و یک بنای مستحکم علمی تاجیک رو باز مدرن کنیم، باز زیادتر خوبتر زینت بخشیم. و من فکر میکنم که در آینده البته باید که یک چیز رو به نظر گیریم که امروز دنیای رقابت است. ما اون وقت رقابت پذیر شدن میتوانیم وقتی که به علم رو آوریم و دستاوردهای علمی خود را در دلخواست‌های خواجگی دولتمون وارد سازیم در استحصالات. یعنی که ما ظرفیتی بزرگ داریم، ظرفیت علمی تاجیکان خیلی زیاد است و تاکید گشت که گپ در سر مدیریت می رود. ما چی میتوانیم که همون اون چیزی که داریم همون را خوب
استفاده بریم، یعنی که یک مدیریتی نو رو در اینجا جاری سازیم تا اینکه طبق زمان باشیم و ببینید مرکب شوی وضع ژئوپلیتیک اقتصادی تقاضا میکند که نه تنها سیاستمداران یا که مثلا کارمندان ساختار قدرتی بلکه عالمان و دلخواه مردم وطن دوست باید در این روند یکجا باشند، اتحاد داشته باشند و علم ما که این یک اصلیه یک سپر ما است، چون که در هر دور زمان محض با علم آفری فن آفری تاجیکان توانستند خود را همچون ملت تمدن آفر معرفی کنند و درباره سرمایه انسانی پرزیدنت کشور متحد رحمان در همین ملاقات باز یک بار تاکید کردند. ببینید یعنی که ما باید با اون علمای تکیه کنیم که وابسته به طلبات زمان حاضر که علمایی هستند که علاقه ممکن کهنه شدن با طلبات امروزه جوابگار نیستند و خطرها یا که پرابلم و مشکلات زیادی پیدا شده است که باید با رشد علمهای نو یا که از خود نامداری علمهای نو یعنی که برطرف کرده شوند و کی علم آغاز میگرد. اگر که ببینیم وقتی که انسان تولد شد یک پرابلم یا که یک مشکلات به سرش اومد و از پی حل آن مشکلات شد، آن همون دوره آغاز علم است. این باید جواب دهد که چی باید کنم، چگونه من این مسئله را حل کنم. ما ببینید حتی در دوره‌ای که شما گفتید سینا آفریدن دیگرها، همون وقت هم تأثیری افکار دینی بود اما مردم خرافات پرست نبودند. بله ببینید لیکن خرافات پرستی که امروز در جای ما از خرافات پرستی که اون 100 سال پیش بودن بلندتر است با کدام خاطر؟ یعنی که ما باید چگونه راه این را بگیریم؟ هر ملتی که از خرافات پرستی برآمد و دوره احیا یا که رنسانس خود را آغاز نمود، آینده درخشان دارد. اما مملکتایی که مثلا در شرق نزدیک هستند پارک‌های تکنولوژی دارند، با کیهان چی میفرستند، نظام‌های بزرگ بانکداری دارن دیگر در برای همین جناب عالی تاکید میکنن که پیش از همه برادران باید تاجیک باشیم، تاجیک پرست باشیم، افکار تاجیک مرکزیت در علم ما باشد، تاجیک محوری در علم ما باشد و اساسی رو باید اجرا کند. تنها در همین صورت ما میتوانیم که با آینده رویم با پیش رویم. و امروز من باز حتی میخوام در مسئله همبستگی نسل‌ها هم بگویم، این در حقیقت عنعنه ما است که استاد شاگرد تر میکند، مکتب دارد، صاحب مکتب میشود. آخر همه بزرگان گذشته ما همش مکتب داشتند، یکی شاگرد دیگری بود در دل خواست هم. اگر ببینید تاریخ ما رو ما باید همین چیز رو عنعنه رو احیا کنیم و تاکید کنیم که برادران هر یک عالم صاحب مکتب باید شاگرد تیار کند. این رسالتی است. بله. نباید خود رو قفا گردیم. وقتی که ما نمیتونیم با اصل رویم در سرحد رو مدافع یعنی که حفظ نماییم، علم دکتر علم هستی مرحمت شاگرد تیار کن. با همین تیار نمودن شاگرد تو سهم خود رو در حفظ وطن میگذاری. بله. کمی کم باید یکی از معیارهای ثمراناکی علم باید این باشد، تیار نمودن شاگردها. بله. یک دکتر باید نه کم از 10 شاگرد داشته باشد، یک نامزد علمی نه کم از 5 باید شاگرد داشته باشد. دوم اقتباسایی که تو می‌نویسی آیا همون رو در اونجا اقتباس میکنن، استفاده میبرن یا نه؟ شاخصی ایندکسی اقتباسای علمی ما باید در تاجیکستان خودمون همین شاخص رو باید احیا کنیم تا ببینیم که همون این چیزی که می‌نویسیم آیا در عمل تطبیق میشه یا نه. بله بله. در این سمت حتی بدیل هم گفته است هر بدیل علم‌های به عمل ما را خراب عالم معنی شدیم داغ جهل از ما نرفت، کرد بدیل علم‌های به عمل ما را خراب. علم‌های به عمل لازم نیست دیگر. همین چیز در برآمد جناب عالی تاکید گشت که ببینید چی پرابلم است. خطرهای گلوبالی خیلی زیاد شده استودند. اگر بهودی ارزیابی علمی نشود بله چیکار میکنیم؟ این خطرهای گلوبالی نه تنها با تاجیکستان با همه کشورها داخل دارد. لیکن تاجیکستان مثلا در مسئله استفاده ببینید نیروی سبز، اقتصاد سبز پیش‌رفت به خاطر آنکه علما اساسناک شده است که در آینده انمی اقتصادی سبز یعنی که در تمام کشورهای جهان رشد باید کرد، چون که دیگر منبع‌های سوزشواری با اکولوژی با اقلیم تاثیر منفی میرساند. لیکن تاجیکستان امروز پیشرفت است در این سمت. ما باید همین چرا بیاموزیم. مثلا که مسئله آب، استفاده بری آب، اهالی جهان زیاد شده است، به نهایت زیاد شده است. در سال 2040 استفاده منبع‌های آب از منبع‌های موجوده آن خیلی زیاد خواهد شد. چیکار باید کرد؟ در اینجا باید علمان کار کنند که تکنولوژی اینا پیشنهاد کنیم یا که در ساحه خشلاق تکنولوژی استفاده مثلا کشاورزی تکنولوژی کشاورزی
به نهایت زیاد است و ما فکر میکنیم که اهمیت تاریخی سخنرانی پرزیدنت کشور از آن عبارت است که یک دستور، یک راهنما بود برای عالمان که در همین 10 ساله 20 ساله نزدیک ما با اون عملی سازیم. تاریخ گواه است که ما همیشه در سمت علم و معرفت و فرهنگ آفری اینا پیشرفت بودیم و امروز یک منبع اساسی پنجشوی خرافات این سوس شدن پایه معرفت و دور شدن علم است. دوره شوروی برنامه کلان علمی دایر به آموختن کیهان رفته ایستاده است و عالمان ساحه متمتیک، فیزیک و کیهان اینا در کدام مسئله در میمانند و به استادشان مراجعت میکنن که ما در همین مسئله در ماندیم و راه حلش نمیدانیم و اون استاد میگه که شما به مکتب علمی تاجیک مراجعت کنید. تاجیک ها کیها این مسئله را حل کردند و واقعا در علمای متمتیک شناخته ما این کار را حل کردند و وقتی که بار دوم با این باز مشکلی دوچار می آیند باز برابرشان یک نفر اکادمیک مراجعت میکنن که ما در این مسئله فیزیکی درماندیم و راهی حلش نمیابیم و میگن که شما رو فقط عالمان تاجیک نجات میدین، فلان عالم تاجیک را اسلام ادموف را کارهای علمی او را بردارید که ها حل کرد. این دو مثال عادیه که یک نفر اکادمیک در یک برآمد به مردم ما گفت و شاید که همون اوتوری که در همون تالاری که نشسته بودن از اصلا تاجیکان شاید ما هممون درباره آنها معلومات نداریم. لیکن امروز اون درست گفتن علم ساحه ضرور و ناضرور ندارد. تمام ساحه های علم برای پیشرفت جامعه، برای پیشرفت جمعیت، برای پیشرفت دولت ضرور حتمی هستند. خب یکی سمت معرفت با، یکی سمت فرهنگ با، یکی تاریخ دیگرش. امروز واقعا درست گفتن که علم های زیادی نوی که در آمیخته شوی علم های دیگر به میان آمدند و چندین علم هایی که ما پیشتر حتی تصورات نمیکردیم که اینها میتوانند یک روز با هم باشند و یا یک علم نو یا سمت نو را تشکیل دهند، امروز همین کار به وجود آمد. حتی امروز تاریخ یا که زبان و ادبیات یا که دیگر فنهای گومانیتری به متمتیکا، به تکنولوژی معاصر، با متدهای متمتیکی تحقیق و تحلیل وجود داشته نمیتونه. برای همین واقعا در سخنرانیشان پیشوای معظم ملت گفتن که ما باید این سمت رو، سمت آماده کردن الکی از مکتب میانه، از مکتب تحصیلات عمومی سر کرده تا بالا باید تجدید نظر کنیم و اون سمت ها و اون علم هایی که در خور امروزه طلبات جامعه ما هستند به همون توجه کنیم و دیگرش این البته در جستجو هست. همون مکتب بزرگی سنتی که گفتید استاد و شاگرد در تجربه همین نزدیکی های ما هم همین هست که عالمان هستند. مثلا یک متمت که خیلی مشهوری ما کمالالدین بایمتوف، کمالالدین بایمتوف که اونو در مکتب میانه دید، سابق پرزیدنت اکادمی ملی علم ها استاد محمد واسمی در مکتب میانه از ناحیه واسه از اونجا آورده کلام کردن. برای همین یک فکر میکنم که یک سمت فعالیت مؤسسه ها علمی و مرکزهای علمی اکادمی ملی علم ها در آینده نیز همین جستجوی استعدادها، جستجوی قابلیت ها در مؤسسه های از مؤسسه های عمومی است. درخت خود به خود سبز نمی شود. بله. درخت را باغبان نگاهبین میکند، پرورش میکند و درخت خودپرور معلوم است. همان گونه که میگویند که اگر شاگرد را استاد راهنما باشد در علم، راه یک روزه را یا راه یک ساله را در یک روز تعیین میکند، راه 10 ساله را در 10 روز. تربیت کردن شاگرد همین است. و در مسئله خرافات پرستی صحبت کردیم. البته که ملت خرافات پرست بودن نمیتواند. گمان غالب و دقیق نیز این است که در جامعه های موجوده کنونی گروه های هستند که همین خرافات پرستی را ترغیب میکنند و جامعه را گمراه کردن میخواهند. این یک دایره های محدودند، اما
аммо با آن تبلیغاتی که دارند، بسیار تبلیغات استراتژی که دارند، واقعا با آن افرادی که ذهن آنها خالی است، معرفت آنها کاسته تر است، زود تاثیر میکنند و آنها را به دام خود فریفته میسازند. به جامعه جهان نظر میاندازیم. تمام رابطه ها، ارتباط جامعه بشری، دولت ها و در مجموع سوبیکت های مناسبت های بین اخلاقی در اساس اقتصاد بازارگانی، اگر مجموعاً توجه کنیم، اساس رابطه های اقتصاد بازارگانی است. آن چیزی که اقتصاد بازارگانی را اداره میکنه تکنولوژی است. همین روابط جامعه کنونی مضمون یا ماهیت خصوصیت پیوندی سلسلوی دارد و برای آنکه اقتصاد را اداره کند، انسانیت تکنولوژی هوشمند یا که نظام های هوشمند را میخواهد با وجود بیارد. از این دیدگاه نظر ما با دو فن یا با دو اختصاص بیشتر نیاز داریم که واقعا در این دو سمت خریدار دارند. یکم سمت اقتصادیات، فنهای گومانیتاری، دوم تکنولوژی. یعنی یک استحصال میکند، دیگر اداره میکند. و پیشوای ملت با ذهن صنعی در ملاقاتشان اشاره کردند. دو چینک است که امروز اقتدار جامعه ها را تشخیص میکند. یکم سرمایه انسانی، صرف نظر از رشد سرمایه انسانی و در تناسب با این ظرفیت های ذهنی جامعه. و پیشوای ملت در ملاقاتشان و همین نکته تاکید کردند. یعنی اگر هر قدری که ما پیش رویم، هر قدری که بعد دستاوردهای نوی تکنولوژی علمی نایل گردیم، همان اندازه نیاز داریم به همین دو سمت، یکم سرمایه انسانی، دوم ظرفیت های ذهنی که واقعا با وجود آورنده تمام دستاوردها یکم همین دو نیرو هستند، دوم اداره کننده هم همین ها هستند. پیشوای ملت در ادامه منطقه همین گفته‌ها گفتند که زبان آموزیم، علم آموزیم، نسل نورس را در روحیه خودشناسی، احترام به ارزش‌های ملی تربیت کنیم، چون وارثان این تمدن بزرگ هستند و در آینده دستیگر نباشند. وقتی که از دستنگری نسل نورس صحبت میکنیم، این یک مسئله کوچک نیست، مسئله استراتژی است. و ببینیم وقتی که جامعه ها در جامعه جهان در نظر است، در وضعیت های حساس گرفتار میشوند، تبادل عنعنوی، تحویل مال و محصولات کنده میشود. هر کس در فکر جامعه خود میافتد و منظور پیشوای ملت هم از دستیگر نمونه نسل آینده همین است. در این راستا ما چیکار کنیم که بسیار یک تاکید است که از دوراندیشی و مشکافانه نظر انداختن پیشوای ملت در همین سمت شهادت میده. چیکار کنیم در همین سمت؟ تناسب علم با خرافات گفتیم همین است که هر قدر در جامعه علم رشد کند، اما قدر سطح خرافات پرستی کم می شود. بله. این از ندانستن ماهیت علم است. وقتی که شخص ماهیت علمی رو درک نمی کند، واقعیت رو تحلیل کردن نمی تواند و به هر پدیده که در نظام اجتماعی جامعه با وجود می آید در اساس تحلیل های علمی خود جواب گفتن نمی تواند، او رو می آورد به خرافات. باور میکنه با اون نظر و اندیشه های مغرضانه، اونهایی که اساس علمی ندارند. و در سمت ماهیت علم و دستاوردهای علم در رشد انسان، در حیات انسان، مولوی میگوید که جلال الدین بلخی چنین فرموده است که به علم نمیتونی از پایه کش روغن بینگرته در اون علمی که از پایه نظر سازد. یعنی اگر علم نداشته باشیم ما از یک پخته عادی روغن استحصال کرده نمیتوانیم. و اون علمی رو ببینید که از یک چیز عادی یک نظر میسازد، یک چیزی میسازد که انسانیت رو به اندیشه کردن، به فکر کردن، به استفاده خودی همون وادار میسازد. و اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به حیث یک مؤسسه علمی تحقیقاتی که مفکوره علمی، مفکوره ملی تاجیکستان در این مؤسسه تولید می‌یابد توسط عالمان و محققان و پژوهشگران این مؤسسه بزرگ علمی، رشد امروزه کشور و سیاست یگانه علم و تحقیقات به ذمه این مؤسسه گذاشته شده است. ما باوری کامل داریم که با تجدید نظر کردن ساختار این مؤسسه، وارد گردیدن تکنولوژی های نو، تبدیل آزمایشگاه ها به طلبات امروزه جهانی معاصر، در آینده نیز اون هدفهایی که پیشوای معظم ملت ما پرزیدنت کشور در نزد اهل علم و معارف گذاشتند باز هم بیشتر عملی میگردند و عالمان ما در معرفی دستاوردها و اون
کشفیات و اختراعات خود در کشور و در عالم کشور ما رو معرفی خواهند کرد. زیدانی شود کار گیتی بساز. بله. یعنی ما همیشه باید با علم و دانش تکیه بکنید. در اکادمی ملی علم های تاجیکستان که نهاد اساسی علمی کشور است، بیشتر از 30 انستیتوت و مرکز ها کار و فعالیت میکنند. بله. و البته در باره پیشروی و دستاوردها جناب عالی هم گفتند، اما در برابر این پیشروی و دستاوردها کمبودی‌ها هم به نظر میرسند که من با اطمینان کامل میتوانم بگویم که با عزم درست و سعی کامل و زیر راهبری سرور دولتمون ما این کمبودی‌ها رو برطرف خواهیم کرد. تشکر زیاد. مرحمت. تشکر. واقعا در زمان صاحب استقلالی ما در سمت علم‌های جامعه شناسی، مخصوصا تاریخ، باستان شناسی توانستیم که با شرافت استقلالیت، با شرایطی که استقلالیت به ما مهیا کرد، توانستیم که در عرصه بین المللی ملت خود، ملت تاجیک رو همچون ملت تمدن آفر، تاریخ صاحب تاریخ، علم پرور، شهردار، شهرنشین، شهرساز معرفی کنیم. بله. این همه با شرافت و با شرایط مساعدی که استقلال با ما داد و پیشوای معظم ملت این را تاکید کرد. ولی در این همه راهنمایی کردن، همه تشبس ها و دستگیری هایی که به واسطه پیشوای معظم ملت است و ما امیدواریم که در دیگر سمت های علم و باز در همین سمت هایی که تاکید شد با دستور و هدایت پیشوای معظم ملت، مخصوصا با راه تطبیق کردن اون برنامه های خیلی مهم و یکی از این برنامه ها این 20 ساله آموزش علم های دقیق و ریاضی می باشد. در این سمت ما صاحب دستاوردهای چشمرس و موفقیت های خیلی کلان خواهیم گشت. در حقیقت شما درست قید نمودید که باید ما درباره نسل جوان فکر و اندیشه رانیم و من از سخنرانی پیشوای ملت محترم امامی رحمون یک خلاصه برآوردم که هدف مرد بزرگی تاجیک یک است، یعنی که به نسل‌های آینده تاجیکان باقی میراث ماندن یک دولت بزرگی پر اقتداری تاجیکستان بزرگ است و برای این کار کردن ما باید نسل جوانی با صفت، سرمایه انسانی با صفت تیار کنیم، یعنی که با واسطه علم. یک مثال رو میارم، سال 2000 در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان ممکن 1-2-3 کامپیوتر بود، بسیار نبود و دسترسی به اینترنت هم بسیار محدود بود، به حدود 20 دقیقه برای یک عالم. امروز کلی انستیتوت‌های اکادمی ملی تاجیکستان با تجهیزات زمانوی، یعنی که مجهز گشتن، همه کامپیوتر دارد، کامپیوتر نبرآمد و دسترسی به اینترنت به محدود است، خصوصا برای علمای جوان که میتوانند به طریق آنلاین با کتابخانه‌های آنلاین وارد شوند، کتاب خوانند. و بغیر از این باز میگویم از سالی که از 2000 این طرف با کوشش پرزیدنت کشور محترم امیر رحمان برنامه‌های سفرهای خارجی، برنامه‌های علم آموزی، استیپندیایی که در اساس شرطنامه‌های دولتی بین دولتی تاجیکستان با دیگر کشورها افزوده بوده است. من هم اشتراک کننده همین برنامه‌های بین‌المللی هستم که این هم در شرایط استقلالیت دولتی تاجیکستان و کوشش‌های شبانه روزی پرزیدنت کشور محترم امیر رحمان است که توانستند با دیگر دولت‌ها سازشنامه بندند تا اینکه کادرهای جوان روند به خارج و بیاموزند و برگردند. و یکی از خصوصیت‌های دولتداری ملی جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که در همین 33 سالی که ما زندگی می‌کنیم در استقلال دولتی با سخنرانی‌ها، با هدایت‌های خود جناب عالی یک نسل جوانی با تربیت کردند که اندیشه تاجیک محور دارند. جوانان تاجیک امروز می‌بینید در کدام کنج دنیا که نباشند، انمون هویت ملی، زبان ملی، اندیشه‌رانی تفکر ملی خود را باقی ماندن، نگاه داشتن، محفوظ داشتن
ва он ҳамон суханронӣ ҳам шумо дидед ки як ҷавоне ки дар амрико таҳсил кардааст, ҳам забони худ дорад ва ҳам ҳуввияти миллии баланд дорад. вай тоҷик мондааст, афкораш тоҷикӣ аст, дилаш ба ватанаш месӯзад ва ҳамин гуна наслҳо мо тарбия карда тавонистем ва мақсади мо ҳам имрӯз ҳам аст ки боз ҳам афзунтар гардонем то ин ки яъне ки хатарҳо зиёд шуда истоданд, рақобатҳо зиёд шуда истоданд. мардуми олам низ дар ҳолати рушд аст. ҳар як кишвар кӯшиш дорад ки пештар равад, аз мо ҳам пештар равад ва забономӯзӣ ҳам яке аз роҳҳои асосии баромадан аз ҳамун дастнигарӣ. мо миллати бузург ҳастем, тоҷикистон бузург аст. ҷаноби олӣ гуфтанд тоҷикистон бузург аст. миллати тоҷик дили бузург дорад, пешвои миллати мо дили бузург доранд. мо бояд иттиҳод бошем. аммо иттиҳод дар атрофи сарвари давлат сипари мо як аслиҳаи мо аст бар зидди он хатарҳое ки аз хориҷа ба мо меоянд. ташаккури зиёд. ташаккур барои суҳбат, барои ибрози андеша, барои тасмимҳое ки дар пайи ислоҳи камбудиҳо рӯи даст доред ва иброз доштед. масъулияти мо, рисолати ҳар кадоми мо ин аст ки бо дили гарм ва ҳамон гуна ки пешвои миллат таъкид мекунанд аҳлона ва содиқона нисбат ба халқу диёр дар пайи иҷроиши дастуру раҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон даст ба кор бошем. бинандагони гиромӣ, ёдовор мешавем ки дар суҳбати мо иштирок доштанд муҳаммад Довуд Саломиён, ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои филологӣ, профессор Фарангиз Шарифзода, директори Институти забон ва адабиёти ба номи Аббаабдулло Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои филология Насрулло Убайдуллозода, директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих, профессор ва Рустам Ҳайдарзода, директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа, профессор. суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.